روز دانش در مؤسسه‌های تحصیلات عمومی و اساسی، لیسه و گیمنازیوم و مؤسسه‌های تحصیلات میانه کسبی شهر ترسونزاده با شکوه ادانه تشکیل گردید. هیئت استادان و خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی با شکرگزاری از صلح و ثبات، استقلالیت دولتی، وحدت و یکدلی و پیشروی‌های اقتصادی و اجتماعی کشور این سنه را با شادی و نشاط بی‌اندازه استقبال نمودند. در تمام مؤسسه‌های تعلیمی نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی، مقامات حفظ حقوق و شعبه معارف، خوانندگان و آموزگاران را با این سنه فرح‌بخش تبریک گفتند. مورد ذکر است که در شهر ترسونزاده 138 مؤسسه تعلیمی فعالیت دارد که 30 عدد آن در دوران صاحب استقلالی کشور بنیاد یافته است. با پیشواز جشن 26 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، باز یک مؤسسه تحصیلات میانه عمومی برای 640 نفر و یک شیرخوارگاه کودکستان مورد استفاده قرار گرفته است. در مجموع مؤسسه‌های تعلیمی شهر ترسونزاده را سال گذشته 3989 نفر ختم نموده، 2606 نفرشان توسط مرکز ملی تستی امتحان داخلشوی و مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی سپاریدند که اکثریت سزاوار نام پرشرف دانشجویی گردیدند. مؤسسه‌های تعلیمی در سال جاری باز زیاده از 5400 نفر نورسان را به تعلیم و تربیت فرا می‌گیرد. در روز دانش خوانندگان و آموزگاران در تالارها و صنفخانه‌های مؤسسه‌های تعلیمی توسط شبکه‌های تلویزیونی برآمد اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را سرجمانه تماشا نمودند.